از خواب پریدم و دیدم زنموم کنارم خوابیده. به هم نزدیک شد و اتفاقی افتاد که تا زمان ازدواجم. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. به کانال خودتون رادیو مسیحا خوش اومدید. اگر به داستانهای ما علاقه‌مند هستید کانال ما رو سابسکرایب کنید. قبل از هر چیز این داستان بنا به گفته فرستنده اون بر اساس واقعیت و اسامی اشخاص برای رعایت حریم شخصی تغییر کرده. من رضا 30 ساله و صافکار ماشینم. این داستانی رو که میخوام براتون تعریف کنم به 17 سال پیش برمیگرده، یعنی حدوداً 12-13 سالگیم. ماجرا از این قراره که ما با عموم توی یه خونه 2 طبقه زندگی میکردیم. یعنی بابام که برادر بزرگتر بود طبقه اول و عموم که برادر کوچکتر بود طبقه بالاش زندگی میکرد. بابام و عموم توی مغازه سمساری با هم کار میکردن و با هم برادری خوبی داشتن. اتفاقا مادرم و زنموم هم خیلی با هم صمیمی بودن. تنها بچه هر دو خانواده فقط من بودم. عموم بچه نداشت چون زنموی خوشگلم میگفت برای بچه دار شدن خیلی زوده، فعلا بذارید از زندگی لذت ببرم. خلاصه دوران خوشی رو داشتیم سپری میکردیم که یه روز به همون خبر دادن که دختر عموم داره ازدواج میکنه و ما هم دعوت شدیم. دختر عموم که گفتم منظورم دختر خانموه. خانمو برادر بزرگ پدرم و این یکی عموم هستش که توی روستا با پدر بزرگم زندگی میکنن. چند روز بعدش ما لباس و کفش تازه خریدیم و راهی روستا شدیم. وقتی رسیدیم خونه پدر بزرگ دیدیم اقوام و آشنایان همه اونجا هستن. من و 5-6 تا از پسرای همسن و سال خودم توی اتاق جمع شده بودیم و بازی میکردیم. اون روز خیلی خوش گذشت بهمون، چون معمولاً توی عروسی‌ها اجازه داشتیم همه چی بخوریم. میوه زیاد، شیرینی زیاد. موقع خوردن شام که شد من اشتها نداشتم چون شکمم درد میکرد و مادرم که این وضع رو دید نگرانم شد. بهم گفت رضا جان وقتی بی اختیار همه شیرینی میخوری این دل درد هم میشه نتیجهش. بعد جوری دلپیچه داشتم. مادرم رفت یه لیوان آب داغ و نبات برام آورد و گفت اینو بخور، بعدش برو توی یکی از اتاقا استراحت کن خوب بشی. منم رفتم توی اتاق یه گوشه دراز کشیدم و خوابم برد. تا که شب موقع خواب مردها توی حال خوابیدن و زنها هم طبیعتاً توی اتاق باید میخوابیدن. حالا اتاق کجا بود؟ اونجایی که من خوابیده بودم. مامانم و زن خانمو که عروسای بزرگ خانواده بودن شب رو تا دیر وقت بیدار بودن و توی اتاق زیرزمین خونه مشغول تدارکات برای عروسی بودن. نصف شب بیدار شدم و دیدم یه پتوی سنگین رومه و منو چسبوندم به گوشه دیوار. یهو دیدم یه زن پشت به من خوابیده که یه حس بدی بهم دست داد. توی دلم میگفتم کجام؟ این دیگه کیه بهم پشت کرده؟ جام تنگ بود و یه تکونی به خودم دادم که جام باز شه. یهو دیدم زنه گفت رضا جان درد شکمت خوب شد؟ فهمیدم زنم و کوچیکم هستش. گفتم آره خوبم ولی مامانم کو؟ گفت اونا پایین مشغولن تو بخواب. گفتم اینجوری خوابم نمیبره. گفت رضا جان من جای مامانت، منو بغل کن خوابت میبره. تا اومدم بگم نه یهو دستشو آورد و به زور منو به خودش چسبون. اولش یکم ترسیدم ولی وقتی به بدن نرمش چسبیدم حالم یه جوری شد. درسته با اون سن کمم خیلی با رابطه آشنایی نداشتم ولی طبق غریزه پسرونه دوست داشتم بغلش کنم و چون بچه بودم زورم نمی رسید که محکم بغلش کنم. زنمون خودش دست به کار شد و خودش رو محکم به هم میمالون. منم به شدت حشری شده بودم. زنمون فهمید که من حشری شدم، شروع کرد با من ور رفتن. همه این کارها رو زیر پتو و بی سر و صدا انجام میدادیم. منم هول شده بودم و نمیدونستم چی کار کنم چون این لذت برای سن من خیلی زود بود.
اون موقع هیچ ذهنیت قبلی از ارتباط با زنها نداشتم، نمیدونستم چی کار کنم، ولی زنمون معطل نکرد و خودش منو به خودش فشار میداد. اما چون من بچه بودم و هنوز آلتم رشد نکرده بود، فقط منو مالون تا ارضا بشم. بعد اون شب فرداش که سرگرم عروسی بودیم و پس فرداش برگشتیم خونه. از اون شب به بعد من همش داشتم باستان زنموم رو دید میزدم. خیلی دوست داشتم دوباره اون لذت رو تجربه کنم. زنموم که طبقه بالا بود، بیشتر وقتا که تنها بود صدام میزد که برم پیشش. منم میرفتم پیشش و همه جوری ازش لذت میبردم. زنموم همیشه به هم میگفت این شارژر سوزنیت خیلی خوشمزه است. منم کلی ذوق میکردم. برام عادت شده بود. هر روز که از مدرسه برمیگشتم 2 ساعتی رو میرفتم پیش زنمو و حال میکردم. ماها من و زنمو مخفیانه رابطه داشتیم و هیچ کسی هم متوجه نشد. یکم بزرگتر که شدم زنمون به هم گفت میخوای یه جور دیگه بهت حال بدم که کلی لذت ببری؟ گفتم آره چطور؟ گفت این بار که اومدی متوجه میشی. خلاصه یه روز بعد از ظهر که رفتم پیش زنمون، وقتی اومد دیدم کل بدنش رو روغن زیتون زده و بعدش هم دمر خوابید و گفت بیا آروم بکن توش. منم همین کارو کردم. زنمون راست میگفت، واقعا لذت بخش بود. من کم کم داشتم وارد سن نوجوانی می شدم و اندامم بزرگ شده بود. از بخت بد من زنموم حامله شده بود و دیگه به هم محل نمیذاشت. بچه دارم که شدن به کل همه چی رو همه جوره فراموش کرد. انگار چیزی بینمون نبوده. ولی این جدایی زنمو از من خیلی برام سخت بود. این دوری زنمو هر روز منو عذاب میداد. از همون ابتدای نوجوانیم افسرده شده بودم و هیچ دختری رو جز زنموم نمیخواستم. همه از افسردگی من خبردار شده بودن ولی علتش رو نمیدونستن الا زنموم وقتی فهمید واقعا وضع روانیم خوب نیست، شب تلفنی به هم گفت رضا جان اگه یه بار دیگه باهات رابطه داشته باشم حالت خوب میشه؟ دیگه دست از سرم بر میداری؟ گفتم آره قول میدم. گفت فقط همین یه بار رو؟ گفتم قبوله. گفت فردا بعد از ظهر بچه رو میخوابونم بهت پیامک که زدم سری بیا بالا. منم فردا بعد از ظهر بعد از پیام زنمون سری رفتم پیشش. دیدم لباس تنش نیست و خودش رو کاملا برام آماده کرده. گفت رضا بیا سری کارتو بکن و برو. منم که به شدت هوسی شده بودم پریدم روش و تا تونستم هم خوردمش و هم ازش لذت بردم. کارم که تموم شد برگشتم خونه، ولی عاشق زنمون بودم و نمیتونستم ازش دل بکنم. بعد یه هفته دوباره ازش خواستم که با هم رابطه برقرار کنه. قبول نکرد. گفتم باید قبول کنی، این بلاییه که خودت سرم آوردی. یا از بچگی این کارو با هم نمی کردی یا الان که کردی باید تا آخرش با هم باشی. با زنمون دعوام شد و 10 روزی باهاش حرف نزدم. چند روزی که گذشت یکی از دوستای قدیمی بابام با خانواده اومدن خونمون. یه دختر همسن و سال من داشت. چند باری که با هم رفت آمد کردیم عاشق دختره شدم و به مادرم گفتم الا و بلا من این دختر رو میخوام. مادرم هم ماجرا رو علنی کرد و قضیه جدی شد. خلاصه من با این دختر ازدواج کردم و کلاً زنموم رو فراموش کردم. همراهان عزیز، در صورتی که مایلید زندگی یا تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونید از طریق ایمیلی که توی قسمت دیسکریپشن اومده با ما در ارتباط باشید. دوستان عزیز، مرسی که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه‌های ما علاقه‌مندید میتونید از زیر همین ویدیو از طریق دکمه سابسکرایب عضو کانال ما بشید و با زدن علامت زنگوله کنار اون اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا یار و نگهدارتون.